فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دعای شخص صالح. برادر بینندمون از تاجیکستان گفتن که از شما التماس دعا دارن و همچنین آیا چون چیزی اصلا در شرع صحیح هست یا خیر؟ بله، یکی از مواردی که جزء موارد مشروع توسل هست توسل به دعای شخص صالح هست. یعنی این که یک انسانی می رود پیش یک انسان ظاهر الصلاحی، یک عالم دینی که به اون ارادت دارد و از اون می خواهد که برایش دعا بکند. این دعا کردن هیچ گونه اشکالی رو ندارد. انشاءالله الله متعال دعاهای همه رو قبول بکند و این یک نوع توسل مشروع است، به شرط اون که اون فرد زنده باشه، که شما نزد یک عالم بروید، یک فرد نزد یک اولیاء الله بروید که زنده هست و از اون بخواهید که برای شما دعا بکند. این دعا کردن در واقع یکی از روش‌های توسل مشروع هست و هیچ گونه اشکالی رو ندارد و انشاءالله که الله متعال چون این توسل و چون این شفاعتی رو قبول بکند. اما ایشون هم در کنار اون باید دعا بکنند، هم خودشون دعا بکنند که خدایا گناهان مرا ببخش و هم دعا بکنند که خدایا دعای فلانی رو در حق من قبول بکن، دعای فلانی رو در حق من قبول بکن. و این روش دعا کردن درسته و اشکال شرعی نداره.